اگر تو هم در این شرایطی که اینترنت در ایران قطع، از وضعیت خانواده خودت، عزیزان خودت خبر نداری و نگران هستی، میتونی با من هم دعا بشی تا برای ایشان دعا بکنیم. خداوندا، ای شاه شاهان، به حضور تو آمده ایم. ای که تمام دنیا تحت نظر تو و تحت کنترل توست، به حضور تو درخواست میکنم در این روزهای سخت و حساس کشورم ایران که اینترنت ها و ارتباطات رو قطع کردن و همه چیز رو در خفقان نگه داشتن، دعا میکنم حافظ خانواده ها، دوستان ما، مردم عزیز کشورم، جوانان عزیز ما در ایران باشیم. دعا میکنم حفاظت بکنی از این مردمی که جونشون رو کف دستشون گرفتن و آزادی خودشون رو مطالبه میکنن، حق خودشون رو مطالبه میکنن. دعا میکنم که خداوندا به داد ایشان برسی، ایشان رو نگاه بکنی، ظلمی که بر ایشان شده رو نگاه بکنی، ایشان رو فراموش نکنی. کسانی که گرفتار شدن، ممکنه در حبس هستن، کسانی که در خیابان‌ها هستن، کسانی که در فشارها هستن، به هر شکلی به اونها ظلم شده، فشار اومده. دعا میکنم خداوندم نه فقط حافظ باشی برای این روزهای مردم کشور عزیزم ایران، بلکه خداوندا ایشان رو آزاد بکنی از این دولت ظالم. آنچه دعا میکنم به نام عیسی مسیح به حضورت میارم با شکرگزاری. آمین.